داستان فیلم از این قراره که گروهی از دوستا یک گردنبند رو که جایی تو بقایای یه برج دیدبانی آویزون شده پیدا میکنن. جوی گردنبند رو برمی‌داره و این کارش باعث میشه که چند لحظه بعد از اون جسد جانی از زیر زمین بیرون بیاد. اون که خیلی عصبانیه تو جنگل به راه میفته و جستجوش رو برای پیدا کردن گردنبند شروع میکنه و هر کسی که سر راهش قرار بگیره رو بیرحمانه به قتل میرسونه. وقایع به تصویر کشیده شده تا حد زیادی از منظر قاتل مشاهده میشه. فیلم ترسناک اسلشر تینیجری در طبیعت خشن ژانویه 2024 منتشر شد و نقدهای مثبتی هم از طرف منتقدا دریافت کرد. نویسندگی و کارگردانی این فیلم به عهده کریس نش بوده که اولین فیلم بلندش به حساب میاد. اون قبل از این به عنوان متصدی جلوه‌های ویژه کار کرده و چند تا فیلم کوتاه هم ساخته بود. در طبیعت خشن با 23 سال رنگ تو سایت IMDb امتیاز 56 از 10 را ثبت کرده. وقتی دنی به طرز وحشیانه‌ای تو خونه روستایی که اون و همسرش تد در حال بازسازی اون بودن به قتل میرسه، همه به یکی از بیمارای مؤسسه رواندرمانی محلی مشکوک میشن. همون مؤسسه‌ای که تد اونجا به عنوان پزشک کار میکنه. اما مدت کوتاهی بعد از این قتل تراژیک، جسد خود شخص مظنون هم پیدا میشه و معمای قتل حل نشده باقی میمونه. 1 سال بعد دارسی که خواهر دوقلو نابینای دنیه به طور غیرمنتظره‌ای به دیدن تد و نامزد جدیدش یانا میاد. دارسی خودش رو ذهن‌خواه معرفی میکنه که عاشق جمع کردن کلکسیونی از اشیاء نفرین شده است. دارسی که معتقد ماجرای قتل خواهرش پیچیده‌تر از اون چیزیه که بقیه فکر میکنن، همراه خودش خطرناکترین اشیاء نفرین شده‌شو هم آورده تا انتقام قتل خواهرش رو بگیره. داستان این فیلم لایه لایه پیش میره و رازهایی رو فاش میکنه که بیننده از ابتدا از اونا بیخبر بوده و از اون دسته از فیلم‌های ترسناکه که به تدریج حس ترس و دلهره رو تو بیننده ایجاد میکنه. فیلم ایرلندی اعجوبه تو ژانر ترسناک پرطبیعی و مهیج ساخته شده و مارس 2024 منتشر شد و نقدهای مثبتی هم از طرف منتقدا دریافت کرد. اعجوبه با 32,000 رد تو سایت IMDb امتیاز 6.7 از 10 رو گرفته. داستان فیلم تو سال 2043 در جریانه. هارلن یه تروریست انسان نما حاصل هوش مصنوعیه که جنگ ربات‌ها علیه انسان‌ها رو رهبری میکنه. جنگی که باعث مرگ 3 میلیون انسان شده. نیروهای نظامی یه اتحاد بین‌المللی جدید به اسم ICN چند تا پیروزی پیاپی علیه هارلن به دست میارن و اونو مجبور میکنن که به فضا فرار کنه. 28 سال بعد اطلس شپرد با بازی جنیفر لوپز که تحلیلگری با بی‌اعتمادی حاد نسبت به هوش مصنوعی و دختر طراح هارلن جستجویی رو برای پیدا کردن فراری شروع میکنن. بعد از دستگیری و بازجویی یکی از مامورای هوش مصنوعی هارلن، اطلس متوجه میشه که هارلن به سیاره‌ای تو کهکشان آندرومدا فرار کرده. اون اصرار داره که تو ماموریتی نظامی اونو پیدا و دستگیر کنه. اطلس تو ژانر فیلم‌های اکشن علمی تخیلی و ماجراجویی ساخته شده و می 2024 توسط نتفلیکس ایالات متحده منتشر شد و با استقبال خوبی از طرف منتقدا مواجه نشد. اما تو 93 کشور جهان به فهرست 10 فیلم پربیننده را پیدا کرد و تو 71 مورد هم تو جایگاه اول قرار گرفت. اطلس با 53,000 رد تو سایت IMDb امتیاز 56 از 10 را گرفته. مایا همراه دوست پسرش رایان با رانندگی تو سراسر کشور سعی دارن تا زندگی جدیدی رو با هم تو شمال غربی اقیانوس آرام شروع کنن. تو طول راه ماشینشون خراب میشه و اونا مجبور میشن شب و توی خونه اجاره‌ای بگذرونن. تو طول شب اونا توسط 3 تا قاتل نقابدار مورد حمله قرار میگیرن و وحشت زده میشن. فیلم ترسناک اسلشر روانشناختی غریبه‌ها می 2024 تو ایالات متحده اکران شد. این اولین قسمت از سگانه غریبه هاست. غریبه ها فصل 1 با 21,000 رد تو سایت IMDb امتیاز 4.6 از 10 را گرفته. امیلی نامزدش کریستیان و یک گروه از دوستاشون با بازسازی یک کالسکه قدیمی یک کافه ارگانیک جدید تو محله فرانسوی نیوورلان باز کردن. وقتی امیلی تخت آونگ باستانی رو پیدا میکنه که زمانی برای احضار ارواح استفاده میشد، همه چیز به سمت تاریکی میره. کریستیان که نگران حال امیلیه، از یه متخصص به اسم الکساندرو کمک میگیره که از خطوط خونی که اونا رو به تخته جادو متصل میکنه آگاهی داره.
همینطور که اتفاقات در حال رخ دادنه، گروهی از افراد که همگی بخشی از یه بازی خطرناک به حساب میان، روح امیلی رو تو معرض خطر قرار میدن. جادوگر جولای 2024 تو ژانر فیلم‌های ترسناک رازآلود و فراتبیعی منتشر شد و امتیاز 7.7 از 10 رو تو سایت IMDb گرفت. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. لطفاً کانال ما رو دنبال کنید. اگه خوشتون اومد لایک کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید.